عرض ارادت خدمت رفقا و دوستان عزیز. خیلی خوشحالیم که مجددا در خدمتان هستیم. یه نکته آموزشی اینجا هست گفتم که باتون در میان بذارم. همینطور که میبینید این یه فلکسی هستش و زیر سقفم رد شده که اینجا دو تیکه هستش. فلکسی همکار عزیز ما با چسب اینو عایق کرده که متاسفانه باعث شده که یه گیاه داخلش سبز کنه و رطوبت بزنه به کابلا و کابلا آسیب ببینن. بهترین روش برای اینجور مواقع یه باکس بارانی اینجا میذاریم، دو سر فلکسی و داخل باکس میذاریم و در باکس رو میبینیم. بهترین عایق هستش برای این کار. دیگه نیاز به چسب و وارنیش و نمیدانم چسب و آکواریوم و اینجور چیزا نیست. خودتانم زیاد اذیت کنید. همین گیاه باعث پوسیدگی کاب شده و تصویر رو قطع کرده متاسفانه. ارادتمند، مخلص.